شاید باورتون نشه ولی ایرانیان در 2500 سال پیش خیلی باهوشتر و پیشروتر از ما بودن. میگی نه بیا تا من با 5 فکت که کمتر ایرانی از اون اطلاع داره بهت ثابت کنم. داریوش بزرگ 2500 سال پیش سیستم بانکی و کارت اعتباری داشت. خشایارشا اولین کسی بود که پل شناور روی دریا را ساخت. ایرانی ها اولین ملتی بودند که به لطف داریوش بزرگ پاسپورت داشتند. اولین شناسنامه دنیا در دوران هخامنشیان صادر شد. داریوش بزرگ اولین پادشاهی بود که برای کارگرها بیمه درست کرده بود. زنهایی که در تخت جمشید کار می‌کردند مرخصی زایمان داشتند. بعد از آن هم بچه‌هایشان را به مهد کودک پارسه می‌سپردند. ایران در صفحات تاریخ نوشته نشده، تاریخ در صفحات ایران نوشته شده. ایرانی نیستی اگه لایک نکنی، همچنین اگه ما رو فالو نمی‌کنی احتمالاً هیچ وقت همو نمی‌بینی، ولی اگه فالو می‌کنی به تبریک میگم. تو هر روز مطالب افتخارآمیز تاریخت رو یاد می‌گیری.